عقیده خود را بیان میکنیم در کافر بودن امام علی رحمانوف، آشکار واضح در اساس قرآن و سنت و قول سلف این امت، در اساس قال الله و قال الرسول و قال الصحابه بیان میکنیم که این انسان کافر است، مرتد است و خارج از ملت اسلام است، بوی از اسلام ندارد و در دایره اسلام نیست و کسی که دیده و دانسته این را ولی الامر بگوید، اطاعتش را واجب بگوید و دفاع بکند و مسلمانش بداند، او هم مشرک شده است، طاغوت پرست است.